امریکا و روسیه در عربستان با همدیگه بر سر اوکراین به توافق رسیدن. توافق 3 مرحله داره. مرحله نخست آتش‌بس، مرحله دوم برگزاری انتخابات و مرحله سوم امضای رسمی توافقنامه نهایی. با توجه به اینکه محبوبیت زلنسکی بسیار 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 پایین آمده و او دیگر اون محبوبیت آغاز جنگ رو نداره، مرحله دوم پیشنهاد روسیه یعنی برگزاری انتخابات به این معناست که زلنسکی از ریاست جمهوری اوکراین کنار خواهد رفت. الان هم در نظرسنجی ها در بهترین حالت نفر سوم هست و حتی روسیه در این حد هم زلنسکی رو به رسمیت نمیشناسه که توافقنامه نهایی رو با او امضا کنه، یعنی پای امضای او در اون توافقنامه نهایی باشه و میخواد که با کس دیگری اون توافقنامه نهایی رو امضا کنه. خب این سرنوشت فلاکتبار زلنسکی برای خیلی ها میتونه درس آموز باشه. میدونید که ما الان در آستانه 6مین سالگرد آغاز جنگ اوکراین و روسیه هستیم و در اون اول مقاومت زلنسکی و عوض کردن شیوه پوششش و کت‌شلوار نپوشیدن و به جای لباس بزم لباس رزم پوشیدن بسیار بسیار مورد ستایش مردم در سراسر گیتی قرار گرفت. اما بعداً وقتی که روی زمین رو محاسبه کردند و بخش‌های بسیار بسیار زیادی از کشور که از دست رفت و هزینه‌های بسیار بسیار زیادی که بر اتحادیه اروپا و ناتو و آمریکا تحمیل شد، نظر مردم کم کم تغییر کرد. خب من 6 سال پیش همزمان با آغاز حمله روس‌ها به اوکراین یک یادداشتی نوشته بودم که خیلی مورد بحث قرار گرفت و خیلی از دوستان عزیزم رنجیده شدن. محتوای یادداشت این بود که یعنی عنوانش این بود که از نیشابور تا ماریوپول، اگر اون روزها رو به یاد داشته باشید، ماریوپول خیلی خیلی مهم بود، هنگ آزوف خیلی مهم بود و از شیراز تا خرسون، یعنی نیشابور رو با ماریوپول مقایسه کرده بودم و شیراز رو با خرسون. دوستانی که اطلاعات جنگ اوکراین رو دارن میدونن که ماریوپول چه شباهتی به نیشابور داره و خرسون چه شباهتی به شیراز. دوستانم که نمیدونن در ادامه من توضیح خواهم داد. خب میدونیم که مغولان پس از مقاومت جانانه نیشابوریا بالاخره در 10 صفر 618 وارد نیشابور شدند و به محض ورود حاکم شهر مجیرالملک کافی و تنی چند از بزرگان اون شهر از جمله عطار عزیز رو کشتن. اونها زنها و مردای نیشابور رو تو صحرا جمع کردن و از بینشون 400 صنعتگر رو جدا کردند و بقیه رو کشتن. دختر چنگیز و زن تقاجار هم که شوهرش در محاصره شهر نیشابور کشته شده بود برای انتقام به این شهر رسید و خودش هم در کشتار بازماندگان شرکت کرد. علت این همه کینه و ویرانی چه بود؟ و مقاومت جانانه و کشتن فرماندهان مغولان. واقعا علتش این بود، کاری که شیراز نکرد. شیراز خراج داد، در امان موند و در یک چشم به هم زدن سعدی و حافظ رو به زبان فارسی ایران و جهان تقدیم کرد. اگر شیراز نیز به فضایل آریستوکراتیک اونگونه مثل فروسیت، جنگاوری مزین بود، بعید بود سعدی و حافظ بپرورونه. شیراز به فضیلت مصلحت اندیشی آراسته بود و هنوز هم هست، یعنی هنوز هم ما شیرازیان عزیز رو به مصلحت اندیشی میشناسیم، یکی از 10 ویژگی های بسیار نیکوی شیرازیان که خب البته در آریستوکراسی فضیلت محسوب نمیشه. مقایسه نیشابور با شیراز در برابر مغولان خب یادآور مقایسه ماریوپول با خرسون در برابر روس‌ها بود. گردان یا هنگ آزوف، همونها که پوتین اونها رو نئونازی مینامید و حد اکثر 3000 نفر بیشتر نبودن، از همون روز نخست جانانه جنگیدن در برابر روس‌ها و اون زمانی که من این رو مینوشتم هنوز هم مقاومت میکردن. ماریوپول آب، برق، گاز، خوراک، نوشاک، پوشاک نداشت و در محاصره روس‌ها بود. نزدیک به 1 ماه بود سرخم نکرده بود. روس‌ها هم به تلافی تمام شهر رو با بمب‌هاشون شخم زده بودن و بیش از 90% شهر با خاک یکسان شده بود. کریدور بشردوستانه به بیرون باز شده بود، اما جنگجویان گردان آزوف گفته بودند که هر کی میخواد بره، ما تا آخرین قطره اینجا خواهیم ماند و برای وطنمون میجنگیم. خب این مقاومت به زودی به سناریوی جذاب برای فیلم‌های هالیوودی تبدیل خواهد شد. این جمله‌ای بود که
اون 6 سال پیش من در اون یادداشت نوشته بودم. خرسون اما کاملا برعکس ماریوپول بود. چطور؟ خرسون رو از نظر عدم مقاومت شاید بشه با شیراز مقایسه کرد. حاصل کار ولی شهری آباد با حفظ زیرساخت‌ها، آب، برق، گاز، خوراک، نوشاک و پوشاک بود. جایگاه فضایلی مانند فروسیت، جنگاوری، مقاومت، اینها رو من به خوبی میدانم. ولی اجازه میخواستم در اون زمان که اینو نوشتم که بپرسم که آیا الگوی شیراز در اون شرایط خاص برای اون کشور خاص، من درباره ایران صحبت نمی کنم، درباره حمله روس‌ها به کشوری به نام اوکراین صحبت میکردم و این هیچ ربطی به میهن دوستی و وطن پرستی ایرانی نداره. به عنوان یه تحلیلگر از خارج نگاه میکردیم. جایگاه فضایلی مانند فروسیت و جنگاوری و مقاومت و اینها رو هم به خوبی میدونم. ولی سوالی که مطرح کرده بودم این بود که آیا الگوی شیراز و خرسون بهتر از نیشابور و ماریوپول نیست؟ آیا نباید فقط وقتی ستیزه کرد که امکان گزیر یا گریز فراهم باشه و اگر نبود شکیبایی پیشه کرد تا پلنگان خوی پلنگیشون رو رها کنند؟ این یادداشت 6 سال پیش بود که خب بسیاری از دوستان رنجیده خاطر شدن و نقدهای جدی کردند و من هم بسیار آموختم. الان گفتم شاید که افق روشن شده و نتیجه جنگ مشخص شده و اوکراین بسیاری از مناطق خودش رو از دست داده، به عبارتی هم چوب رو خورده هم پیاز رو خورده، شاید دوباره شنیدن یا دوباره خواندن این یادداشت محل بتونه باعث ایجاد تأمل دیگری بشه. خیلی متشکرم از همه دوستان و خیلی دوست دارم که نظر شما رو هم بدونم. شاد، تندرست، سربلند و پیروز باشید.